برا بچ داریم میریم اتاق فرار مایاک. خیلی تعریفشو شنیدیم بچه‌ها. با موتور هم داریم میریم تو این سرما. آقا یاشار نظرت چیه داداش؟ فعلا که بازی استارت نشده، نرفتیم ببینیم چه جوریه، ولی اونها یه بازی خوب در بیاد، یه بازی که حالا مثل یه بازی که اسم نمیبرم از مجموعه داران ویش اسپیک که حالا یه سری اتفاقات در مجموعه افتاد به عنوان پلیر و میریم ببینیم چی میشه دیگه. مثل پازوزا یه ذره شوک نخورم وسط بازی. آره ایشالله. بچه‌ها نظر یاشار رو دیدید. نظر منم که خب خیلی در مورد مایاک شنیدم. آرماگدون مایاک تو سبک همن تقریبا. بریم ببینیم چی میشه بچه‌ها. امیدوارم که از بازی لذت ببرید. ببینیم چی میشه. آقا لست گو. بریم. یاشار جان داداش رسیدیم آقا، ما رسیدیم سر لوکیشن و ببینیم که چه اتفاقی میفته. استرس ها بالا. والا استرس که آره. اسم خیابونش چی بود؟ فردوس؟ آره. خیابون فردوس محله باغفیض سمت صادقی است دوستان. خیلی بالاه. حالا نه بچه‌ها بازی تو ژانر حالت سبک زامبی توره. بازی خیلی خفنیه. میریم بازی رو تجربهش میکنیم و براتون توضیح میدیم، نظرسنجیاتون رو میبینیم، هر یک کس خواست نظرش رو بده، اونایی که رفتن، اونایی که نرفتن، اونایی که نرفته بودن و ما بهشون توضیحات رو میدیم، نمرات رو به اون اتاق فرارم میدیم. بریم ببینیم چی میشه بچه. دوستتون دارم. فعلا اومدیم اتاق فرار ما برا بچ 5 نفر تیم قضیه ها. ببین یعنی میخوایم رنده کنیم بازی رو. حالا به زیاد به حرفای من توجه نکنیم، خودم رو پاره می‌کنم. ما بریم بازی بهتری کنیم. نظرات بچه‌ها رو بعد بازی می‌بینیم. آقای فیلم بعد نظر بچه‌ها رو بعد بازی نظراتمون رو می‌بینیم. بله. بچه‌ها این بفترر افترارش هم نشون افترر این موهای من یعنی خیس شده از تمرین. واقعا ببین دم تیمتون گرم. فکر نمی‌کردیم اونجوری که بود تو ذهنمون بود پیش بره. اون یک تا مثلا محمودی رو یعنی واقعا ترس ببین یعنی من میخوام به شخص خودم با تجربه بالای 140 پی که داشتم واقعا اینجا بین تاپ هم قرار بدم. واقعا دارم میگم از ته دل واقعا خفم. خیلی به بچه‌ای که دارن ویدیو رو می‌بینن پیشنهاد می‌کنم بیاد. یعنی 100% من بخوام توضیح بدم به اون نکته منفیه. خودتون گفتین پیازداغش زیاد شه دیگه. یعنی واقعا عالی بود. یعنی هر کسی من پیشنهاد می‌کنم، یعنی 100% پیشنهاد می‌شه. یعنی واقعا جنازه دیگه جنازه. خب دوستان بازی مایاک هم تجربه کردیم ما. واقعا بازی فوق‌العاده‌ای بود. یعنی به شدت بازی هیجانی و ترس بالایی داشت. ببینید ترس بازی جوری بود که شما همش نگران این بودید که قراره یه اتفاقای خیلی عجیبی تو اون مکانی که هستید بیفته. من از 10 اگه بخوام نمره بدم به اتاق فرار مایاک 20 هم کمشه. یعنی واقعا از 10 ولی از نظر بنده از 10 من دوست دارم مثلا به این اتاق فرار 20 رو بدم. واقعا خفن بود. به خصوص رفتار پرسنل اتاق فرار که به شدت دوستانه بود. یعنی واقعا شما وقتی میرید اتاق فرار مایاک فکر میکنید که پرسنل ها رو باهاشون یه چند سالی هست رفیقی. یعنی اینجوری کردم میگه آقا امشب ما بریم کجا مثلا با هم برنامه بچینیم. اینقدر یعنی واقعا اینها صمیمیان باهاتون و حس خیلی خوبی رو بهتون میدن. بعد از بازی هم که دیگه بهتون گفتم توضیحاتو دادم به شدت پیشنهاد میشه و این که یه نکته رو بخوام بهتون بگم در پایان ویدیو، این بازی رو حتما تیمی برید بچه ها. دوستتون دارم. فعلا خدا نگهدار.